خدایا، در این صبح تازه و روشن با قلبی شکرگزار به درگاهت می آیم. از تو سپاسگزارم که فرصتی دوباره برای زندگی و تجربه های جدید به من عطا کردی. به من قدرت بده تا روزم را با امید و عشق پر کنم. خدایا، در این روز جدید راهنماییم کن تا در هر قدمی که برمی‌دارم نور تو را احساس کنم و به دیگران محبت و دوستی نثار کنم. به من بینش و حکمت عطا کن تا بهترین تصمیم‌ها را بگیرم. خدایا، از تو می‌خواهم که در سختی‌ها و چالش‌ها مرا یاری کنی و آرامش قلبم را حفظ کنی. به من کمک کن تا با ایمان و اعتماد به نفس به سوی اهدافم پیش بروم. اگه حس خوبی گرفتی، همین الان روی سابسکرایب بزن تا با هم دلی آرومتر داشته باشیم.